محترم عالمان و دانشمندان، حاضرین گرامی، از واخوری ما با اهل زیای کشور 4 سال سپری گردید. امروز تصمیم گرفتیم که نتیجه های ملاقات قبلی، حالت کنونی رشد علم و دورنمای آن، مسئله های بلند برداشتن سطح آموزش علم های طبیعی و ریاضی، تشکل تفکر تکنیکی، دستگیری تشبس ها در سمت اختراعکاری، اینچنین صفت و ثمره‌ناکی تربیت کادرهای علمی را در کشور بررسی نماییم. ما باید دانیم که طی سالهای سالسالی علم وطنی در مسیر پیشرفت دولت و اقتصادیات و اجتماعیات مملکت چه خدمتی انجام داد و ما چه تدبیرهای باید اندیشیم که این در کشور ما به طلبات زمان ترقیات و تحولات ذهنی و تکنولوژی جوابگو باشد، راه را برای رشد و پیشروی دولت و جامعه هموار سازد، یعنی به دولت و خلق تاجیکستان خدمت نماید. یعنی هدف اساسی ما در ملاقات امروزه از همین عبارت است. حکومت تاجیکستان علم را یکی از عامل‌های اساسی رشد کشور و عالمان را ذخیره بزرگ ذهنی جامعه دانسته با مقصد پیشرفت همه‌جانبه آن و بهتر گردانیدن شرایط اجتماعی کارمندان ساحه علم همه امکانیت‌ها را مهیا نموده است. طوری که در پیام نوبتی تاکید کرده بودم، رشد اقتصادیات و تقویت رقابتناکی آن به سهم سرمایه انسانی غیر امکان می باشد. با در نظر داشت اهمیت این مسئله، ما مقام و منزلت علم، عالمان و دانشمندان، اهل معارف و ضیایان ایجادکار را در جامعه از نگاه اجتماعی، معنوی و مالیوی دوره به دوره بلند برداشتیم. زیرا در جهان معاصر تنها کشورهای می توانند هستی خود را حفظ کرده رشد یابند که شهروندانشان دارای سطح بلند سوادناکی و معرفت و فرهنگ، علم دوست و دانشمند و صاحب هنر باشند. ما و شما دیده ساده ایم که امروز کشورهای مختلف دنیا بر پایه علم و دانش، اختراعکاری و استحصال و استفاده تکنیک و تکنولوژی های معاصر چگونه ترقی کرده ایستادند. حالا استفاده ذهن صنعی در جبهه‌های گوناگون حیات جامعه جهانی تا رفت گسترش پیدا کرده ایستاده است. به این معنی دستاورد عالمان نه تنها پیشرفت یک دولت و ملت را تکان می بخشند، بلکه می تواند مورد استفاده بشریت قرار گیرد. مثال عادی تلفن موبیلی که اختراع کرد، کل جامعه جهانی حالی تلفن موبیلی را استفاده می برد. اینترنت که اختراع کرد، ماشین های برقی یا واکسین هایی که
جان میلیون ها آدم را در حالت کووید 19 رهانید. بینید 4-5 کشور اختراع کردن، کلی جامعه جهانی از این استفاده کردن، بهره‌ور شدن. شما خوب می‌دانید که حکومت مملکت در شرایط بسیار مرکب اقتصادی و مالیوی سالهای 90 نه فقط همه مؤسسه‌های اکادمی علم‌ها و اکادمی‌های صحوی را استوار نگاه داشت، بلکه در ساختار آنها ده‌ها پژوهشگاه و مرکزهای نوی علمی و تحقیقاتی را تأسیس داد. درباره کارهای طی بیش از 30 سال عملی نموده حکومت مملکت میخواهم بعضی رقمها را تکرار شود هم خاطر رسان نمایم. من همه تنقید را قبول دارم، لیکن تنقیدی عادلانه باشد. بعضا به نام عالمانی که شیشته کار دیگر ندارند، با جایی که خودشان سهمگزار باشند از بودجه دولت مبلغ میشوند، محاکمه حکومت و دولت را چی کار کرد؟ من اشاره به بعضا پلو همه را نمیگویم که چی کار کرد دولت و حکومت تاجیکستان پس 30 سال. بعضا نشان نامبر میکنه، همه را نه. شما از من خوبتر میدونید. اولین و مهمترین کاری که ما انجام دادیم قطع جنگ و خونریزی، برقرار کردن صلح و آرامی، از کشورهای دور و نزدیک خارجی به وطن و محل زیستشان برگردانیدن بیش از 1 میلیون نفر گریزه‌های اجباری، تشکیل کردن شرایط ضروری زندگی برای آنها و به راه ماندن روند برقرارسازی بعد جنگی بود. در سالهای 90 اکادمی کار و فریاد داشت. کدام عالم دانشمندی ما آزادانه به پژوهشگاه جای کاری خود تشریف که از چقدر هلاک گشتند مگر فراموش کردید؟ انجام دادن این کارها از حکومت مملکت سعی و تلاش پیگیرانه، زحمت بسیار سنگین شبانه روزی و خراجات بزرگ را طلب میکرد. 7-8 نفر تا معاون سروزیر مملکت برای صلح و وحدت ملی جانیساری کردند، کشته شدند از جانب خائنان ملت تاجیک. معاونان وزیران، رهبران بعض از ساختار و مقامات‌های نزد حکومت جمهوری، یعنی قریب 10 سال اول صاحب‌سالاری با مخالفت و کشمکش‌های داخلی گذشت. تنها سال 2000 ما امکان پیدا کردیم که پس‌روی اقتصادی ملی را باز داشته به آغاز مرحله رشد وارد گردیم، یعنی بعداً به اقتصادیات را آوردیم. از سال 2000 در این دوره وزنی تاریخی خلقمان ما فعالیت فلج شده همه شاخه‌های حاکمیت دولتی و مقامات حفظ حقوق را برقرار کردیم. ارتش ملی، قشون‌های سرحدی و دیگر ساختارهای حربی یعنی قوه‌های مسلح خود را عملاً در جای خالی تأسیس دادیم. قوه‌های مسلح تأسیس دادن، تشکیل کردن برای متخصص در کار پیش از همه. امروز قوه‌های مسلح مملکت صدها هزار برای مبلغ در کار، سر لباس در کار، انشاءات در کار. من دائما تکریر میکنم که از صفر شروع کرد. در زیر خیمه فرودگاه عینی در سالهای میبعد بنیاد از نوسازی راه‌های مملکت را آغاز کرده. بیش از 2000 کیلومتر راه‌های زمانوی، زیاده از 30 کیلومتر نقب‌های ماشین‌گذر و صدها پل نو بنیاد نمودیم و تاجیکستان 3 پارچه را به یک قلمرو واحد تبدیل دادیم.
6 ماه ما ولایت مختار کوهستان بدخشان رفتن نمیتونستیم یا ولایت سوخت 6 ماه 3 پارچه بودیم تاجیکستان. اینقدر راه ها بنیاد کردن، نقب ها بنیاد کردن که در زمان شوروی همین لایه ها را گفتن که این غیر امکان است. سیستم یگانه انرژتیکی مملکت را بنیاد کردیم که عموما متخصص های زمان پیش که نمیشه ما جنوب شما را مرتب پیوست کنیم. یک سبب بدبختی های جنگ شهروندی هم همین دور بودن مردم از یکدیگر هم بود. مردم که با یکدیگر رفت و آمد نداشت، معاشرت نمی کرد، راکی نباشد 6 ماه چه حاضر فای ندارد. من میبینم، من تحلیل میکنم، میبینم، شاهد هستم. مردم خیش تبار شده ایستاده است. کلین میگیرن، خیش تبار شده ایستاده. یار و رفیق شده ایستاده. رفت و آمد میکنن. از زیبایی های تاجیکستان بهره میبرن. ما در این مرحله برای تقویت زمینه‌های مادی و تکنیکی علمی وطنی مبلغ‌زاری را زیاد کرده به این مقصد 1,607,000,000 سومانی جدا نمودیم. ساختار اکادمی علم‌ها را مکمل گردانیدیم و سال 2020 آن را به اکادمی ملی علم‌ها تبدیل دادیم. در دوره صاحب استقلالی در ساحه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله در ساحه علم و معارف از حساب بودجه دولتی و سرمایه خارجی بیش از 1400 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ 36 میلیارد سومانی عملی کرده شد. حالا در مملکت همیشه بروزها باز 724 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ عمومی 152 میلیارد سومانی عملی شده ایستاده است که از این شماره 10 لایحه به ساحه علم روانه گردیده است. در این دوره سطح زندگی مردم کشور تدریجاً بهتر گردیده. نشان دهنده سطح کمبزاعتی از 83% سال 1999 تا 21.2% در سال 2023 کاهش داده شد. در دوره صاحب استقلالی دراز عمری میانه اهالی از 70 سال به 76.3 رسید. یعنی 76.3 سال، یعنی 6.3 سال زیاد شد. شماره اهالی مملکت از 5.5 میلیون نفر سال 1991 به حالت 1 ژانویه سال 2024 به 10.3 میلیون نفر رسید، یعنی قریب 2 برابر افزایش یافت. انا در همین جا با آن علمای تحلیلگر که وقتی تحلیل میکنه همون سال تولدت به یاد بیار چند میلیون اهالی داشتیم، چی استحصال میکردیم، حالا چند قدر شماره اهالی است و چی استحصال کرده ایستادیم. یک به یاد بیار. در 10 سال آخر افزایش شماره اهالی هر سال به حساب میآید 2.3% را تشکیل کرده ایستاده است که یکی از نشان دهنده‌های بلندترین به حساب می رود. حاضر همین خودی همین سال 2.6 2.4 2.5 را تشکیل می دهد. سالهای اول تا 3% هم بود. 250,000 حسابی میانه زیاد شده ایستاده. نشان دهنده‌های مذکور دلیل روشن و واضح بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردمی کشور می باشند. اگر شماره مشتریان علاقه تلفنی سال 1991 همگی 277,000 نفر را تشکیل کرده باشد،
پس در سال 2024 شماره تنها مشتریان علاقه موبیلی به بیش از 6.7 میلیون نفر رسید. تنها در سال 2023 برای استفاده علاقه موبیلی از جانب اهالی مملکت 3.8 میلیارد سامانی خراجات شده است. اگر مردم مبلغ نداشته باشد قریب 400 میلیون دلار فقط گپ میزند، در کیسه هیچی نباشد تلفن میگیرد و 400 میلیون دلار میسپارد. حالا شماره استفاده برندگان شبکه اینترنت در کشور زیاده از 4.2 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. سال 1991 در کشور 53 مهمانخانه فعالیت داشت و حالا این رقم به 227 رسیده است یا 4.2 برابر زیاد گردیده است. در آغاز صاحب استقلالی در تاجیکستان همگی یک تشکیلات قرضی موجود بود. حالا این رقم به 63 رسیده است. اگر از جانب نظام بانکی کشور سال 1991 به مشتریان همگی 2.2 میلیون سامانی قرض داده شده باشد، سال 2023 این نشان دهنده قریب 19 میلیارد سامانی و تنها در 4 ماه اول سال جاری 6.6 میلیارد سامانی را تشکیل داده است. در زمان صاحب استقلالی 140,000 گکتار زمین از جمله 52,000 گکتار از حساب زمین‌های آبی با زیاده از 1,420,000 عائله کشور برای ساختمان منزل اقامتی تقسیم کرده داده شد. یعنی در مجموع بیش از 8,800,000 نفر ساکنان مملکت شرایط اقامتی خود را بهتر کردند. هر یک عائله تاجیک با حساب میانه از 6.6 نفر راست میاد. هر یک عائله برای حساب کنید زمین با 6.6 تقسیم کنید. در 70 سال تا زمان استقلال برای بنیاد منزل اقامتی همگی با 530,000 عائله 77,000 گکتار زمین جدا گردیده بود. ما غیر این 75,000 گکتار زمین به مردم تقسیم کرده دادم با نام خالی بین مردم. بسیار اعتراف است با زمین‌های با نام پرزیدنتی. در دوران استقلال در کشور 54,000 گکتار زمین‌های آبیاری گردیده. همزمان با این هر سال در میدان قریب 200,000 گکتار زمین آبی کشتی تکراری زراعت‌ها گذرانده شده ایستاده است. ما کشتی دوم، ما در کشتی سوم و چهارم در رفته ایستادیم. این نبود زمان گذشته. الان کمپنساسیون زمینی که ما دادیم با مردم در جایش حسابی هم زمین‌های نو از خود کرده شده و هم زیاده از 200,000 گکتار زمین‌ها کشتی دوم و سوم بعضن جاها با حاضر کشت 4 مراتبه حاصل میگیرند. یعنی شما از تامین بازار استعمالی گرچند 2 برابر اهالی زیاد شده باشد زمین همون زمین است. با برعکس اینقدر 173,000 گکتار مردم دادیم، 75,000 گکتار زمین‌های پرزیدنتی دادیم اهالی با. یکی بازار استعمالی تامین است. حالا خودی نان قریب 60% تامین شده ایستاده است از استحصال وطنی. استحصال برنج باشد قریب 90%. استحصال وطنی تامین کرده ایستاده است اهالی. هموطنان عزیز ما خوب در یاد دارند که سالهای وزنین 90 عصر گذشته ما با مقصد پیشگیری کردن خطر گرسنگی 75,000 گکتار زمین را با مردم تقسیم کرده دادیم. این قطعه زمین که نام زمین پرزیدنتی را گرفتند در پیشگیری نمودن خطر گرسنگی واقعا نقش کلیدی را اجرا کردند. در زمان شوروی تا سال 1991 در تاجیکستان همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری فعالیت داشت. طی سالهای صاحب استقلالی
عملی سازی نقشه و برنامه‌های رشد ساحه صنعت امکان داد که در کشور بیش از 3500 کارخانه صنعتی با 88,000 جای کاری ساخته به استفاده داده شود. تکستیل یک کس کار میکند، همین را میبینیم. زواد الکتروکیمیایی آوانه میبینیم، میگیم کار نکرده ایستاده است. لیکن این تکنولوژی ها دیگر مال و محصولاتش به بازار جهانی نمیرود، در همسایه نمیگیرند. اینا فرسوده شدند، از بین رفتند. مثلا ساحه صنعت سبک قریب هر سال تغییر می‌یابد، پیش می‌رود. در ساحه صنعت سبک یک کارخانه صنعتی سبکی که در ناحیه دنگره بنیاد شده 65,000 تن پخته را کار کرد می‌کند تا متاع تیار، محصولات تیار رفته ایستاده است. از پخته کار کرده می‌شود تا رشته رنگ و بار کردن و متاع که بسیار کارخانه‌های دوزندگی مملکت حالا از آنجا متاع گرفته ایستادند. هم در خود کارخانه استحصال محصولات صنعتی خودی نساجی برا مونده 90% به صادرات، 100% قریب به صادرات رفته ایستاده است. 1,500 قریب 2,000 جای کاری. در اکثریت شهر ناحیه‌ها ما حاضر همین پارک‌های صنعت سبک بنیاد کرده ایستاده. البته با جلب سرمایه و سرمایه‌گذار از بودجه دولت نمی‌شود دیگر. با مقصد رسیدن به اقتصاد استقلال انرژتیکی و استفاده ثمره‌بخش نیروی برق در دوران صاحب استقلالی 287 نیروگاه برقی آبی خرد و بزرگ 1,500 کیلومتر خط‌های انتقال برقی بلند شده، 50 زیرایستگاه بلند شدت برقی با مبلغ عمومی 86 میلیارد سومانی بنیاد و تجدید کرد که در نتیجه 75% زیرساختار انرژتیکی کشور از نوسازی کرده شد. دوستان عزیز، اگر نمی‌کردیم امروز عموماً بی برق می‌ماندیم. ما خط‌های بلند شدت داخلی را پوره از نو کرد. تمام ایستگاه‌های برقی بزرگ خرد حتی تا دهات مملکت از نو، چون که 60-70 سال خدمت کردند، دو مهلتی از نو تجدید کردیم. از جمله نیروگاه‌های برقی آبی سنگتوده 1، سنگتوده 2، پامیر 1، تاجیکستان و مرکزی برق گردی در شهر دوشنبه ساخته به استفاده داده شده. نیروگاه سربند پوره تجدید گردید. 132 میلیون دلار را پوره نیروگاه سربند از نو تجدید کرده شد. علاوه بر این کارهای تجدید و برقرارسازی پوره نیروگاه‌های نارک و قیراقم اینچنین بنیاد نیروگاه سبزار با ما را ادامه دارد. در یک نیروگاه برقی آبی نارک برای تجدید آن 750 میلیون دلار امروز ما جلب کردیم. 50% همین گرانت است. نیروگاه برقی آبی قیراقم پوره با جلب گرانت امسال ما فکر میکنم تا سال دیگه تمامی تا آخرین متال های آنها پوره از نو کرده می شود. با تکنولوژی حاضر زمان پیشرفته جهانی که باز 10 سالها 100 سالهای دیگر برای مردم تاجیکستان خدمت خواهد. یعنی در این دوره بیش از 2000 مگاوات اقدارهای انرژتیکی علاوگی به استفاده داده شده. استحصال نیروی برق از 17.6 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1991 به 21 میلیارد و 860 میلیون کیلووات ساعت در سال 2023 یا بسیار از 2% افزایش یافت. ما بعضا میشنویم سر و صدا که کی استقلالیت انرژتیکی اهالی 2 برابر زیاد شد، استعمال هم 2 برابر زیاد می شود. خانه ساخته ایستادیم، خلادیل کاندیسنر نداشتیم، حالا یگان خانه به کاندیسنر به خلادیل نیست. طلبات هم 2 برابر 3 برابر زیاد است. این یک. شماره کارخانه‌های صنعتی گفتیم جای کاری
اینا ببرد نمیشود. البته وظیفه حکومت دولت است هرچی زودتر ما نیروگاه برقی آبی روغن را به ایستاد دادیم. همین را گفتنی هستم که نیروگاه برقی آبی روغن بسیار تکنولوژی ساختمانش مشکل است، لیکن امروز در بنیاد نیروگاه قریب 17,000 ساختمانچی کار میکند، 3,500 تکنیکا. یک چیزش شما درک کنید که غیر پدسنسی که وی دارد و ثبت یعنی خودی پلاتینا، دیگر همه انشاءات در زیر زمین است. این بدانید چقدر اقتدار. من خودم در حیرت ماندم بعضا حالاتها وی بشنیدم که آیا ما میتوانستیم بنیاد کرده یا نه. از 17,000 99% ساختمانچان و کارمندان انژینر تکنیکی که در نیروگاه زحمت کشیده ایستادند متخصصان و کارگران خود تاجیک است. این نیروگاه برای 1 سال و 2 سال نیست، برای 100 سال ها. از لحاظ دیگر که ما از لحاظ تکنولوژی سرعت آن را تیزاندن وی نمیتوانیم، چون که باید وی را نکنیم. اگر کمتر متخصصی عالمی دانشمند باشد درک میکند، میفهماند که این برای چی. چند سال وی کردیم؟ 7 سال مجبور بودیم که با تمام اینستیتوت‌های بین المللی کار و فعالیت کنیم و بانک جهانی از اکسپرتیز بی‌طرف این را پیشنهاد کرده، سنجیده برآمدند که این لایحه را عملی کردن ممکن است. از بودجه ساخته ایستادیم تا امروز. سال 1991 در حدود تاریخشان همگی 216,000 ماشینی صبورو به خیر گرفته شده بود از ژیگولی بالا. این شماره نقلیات در 70 سال در ظرف سالهای صاحب استقلالی با کشور بیش از 1 میلیون ماشینی صبورو وارد شده است. اگر سال 2000 حجم پسندازهای اهالی در نظام بانکی همگی 93 میلیون سومانی را تشکیل کرده باشد، حالا این نشان دهنده به 20.4 میلیارد سومانی رسیده است، یعنی 219 برابر زیاد شده است. اگر سال 1992 به ساحه علم همگی 58,000 سومانی مبلغ روانه گردیده باشد، در سال 2023 به این ساحه 180 میلیون سومانی جدا گردیده. در بودجه سال 2024 زیاده از 225 میلیون سومانی پیش بینی کرده شده است. ما به مسئله ماری و علم توجه اولین درجه داده در دوام بیش از 30 سال صاحب استقلالی زیاده از 3900 مؤسسه تحصیلات عمومی از جمله مؤسسه‌های تیپ نو یعنی گیمناز، لیسه و کالج، اینچنین دانشگاه و دانشکده بنیاد کردیم. تا زمان استقلال در کشور 13 مؤسسه تحصیلات عالی با 65,000 دانشجو فعالیت داشت. حالا این رقم با 47 مؤسسه و شماره دانشجویان آنها به زیاده از 220,000 نفر رسیده است. یعنی هم شماره مکتب‌های عالی و هم شماره دانشجویان آنها قریب 4 برابر افزوده است. یکی این حال هم کم. به صفت البته در مدی اول دقتی ضروری اولین درجه داده مانده کن، لیکن حالا با در نظر داشت افزایش یافتن اهالی حالا هم این کم است. با دستگیری حکومت مملکت از سال 2001 تا سال 2019 در ساختار اکادمی ملی علم‌ها با راهی از نو تشکیل دهی مؤسسه‌های نوی علمی و تحقیقاتی، پژوهشگاه‌های مسائل آب، هیدروانرژی و اکولوژی، اقتصاد و دموگرافی، فلسفه، سیاست شناسی و حقوق، اگنتی امنیت یادرایی و رادیاسیونی، مرکز علمی خطلان، مرکز سیناشناسی در نزد پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق تأسیس داده شدند. همچنین تأسیس پژوهشگاه آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپا
مرکز میراث خطی، مرکز اینواتسیونی رشد علم و تکنولوژی‌های نو، مرکز تحقیقات تکنولوژی‌های اینواتسیونی و مرکز آموزش پیریک‌های تاجیکستان از جمله دستاوردهای همین دوره میباشد. حالا اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان عضو برابر حقوق ده‌ها مؤسسه با نفوذ علمی جهانی میباشد. در این مرحله ساختار اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان نیز تکمیل داده شده، شماره بحث‌های کاری زیاد کرده شد. سال 2003 در نزد این اکادمی مرکز علمی کشاورزی پامیر و سال 2020 مرکز جمهوری علمی و تحقیقاتی پیله‌پروری را تأسیس دادیم. کارهای تا امروز عملی گردیده گواهند که از روزهای اول تشکیل دولت صاحب اسلام علم و معارف در سیاست حکومت مملکت موقع محوری داشته، عالمان و محققان و آموزگاران و زیایان نیروی سازنده و پیشبرنده همه ساحه‌های حیات کشور می باشند. از جمله عالمان کشور در تهیه حجت مهمی دولتی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 سهمی ارزشمند گذاشتند. عالمان ما من بعد نیز باید برای رسیدن به هدف‌های استراتژی دولت، تأمین رشد باثبات مملکت، پیشرفت ساحه‌های مختلف آن، خصوصاً تشکیل کارخانه‌های استحصالی، تأسیس جایهای کاری، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و پس کردن شدت مهاجرت مهنتی سهمگذار باشد. اجرای این کارها وظیفه تنها حکومت نیست، بلکه در این روند عالمان زیایان کشور نیز باید پیش صف باشند. نظارتچی نشویم. استقلال دولتی شرایط فراهم آورد که تحقیق علمی، دستاوردهای مادی و معنوی، میراث فرهنگی و تاریخ کهن‌بنیاد تاجیکان وسعت بی‌سابقه پیدا کرده. ملت تاجیک در عرصه بین المللی همچون ملت تمدنساز و فرهنگسالار، ایجادکار و صاحب علم و علم‌پرور و شهرساز و شهرنشین معرفی گردد. قابل ذکر خاص است که در این دوره یک سلسله تشبس‌های تاجیکستان مربوط به حل مسائل گلوبالی آب و اقلیم از جانب جامعه جهانی دستگیری یافته. دایر به عملی نمودن آنها قطعنامه‌های داخلدار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردیدند. حالا 10 ساله آب برای رشد استوار در تمام دنیا با پیشنهاد تاجیکستان عملی گشته است. اعلان شدن روز حفظ پیریک‌ها با تشبس تاجیکستان، فاند برای حفظ پیریک. تشبس آخران تاجیکستان دایر به اعلان کردن روز فوتبال هم. این هم باعث افتخار است. اگر بینیم فوتبال هم تمام دنیا است، لیکن روز ندارد. این روز با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و آسیای مرکزی، یعنی پیشنهاد تاجیکستان، یعنی تاجیکستان در عرصه بین المللی این روز نه که میشناسند، اعتراف و احترام میکنند.